گیلان تر قربان قربانتی دریا و تی کوتی بماران تی عبدنی بختو تکل سبز بیجاران روخان کن رو گل خان و چرشور باران گیلان تر قربان قربانتی دریا و تی کوتی بماران. گیلان عروس ایران زمین، سرزمین رنج و برنج، سرزمینی که پای در هزارهای تاریخ داشته و آثار باستانی و یافته‌هایی از دل خاک این خطه همچون جام مارلیک حکایت از تمدن عظیم چند هزار ساله گیلان، این کهندیار گیل و دیلم دارد. خاستگاه اقوام همچون کادوسیان، گیل، دیلمیان و آمادها، مردمی جسور، دلیر، آزاده که هرگز در مقابل بیگانگان سرخم نکردند و امروز نیز همچنان میراثدار پیشینیان خود هستند. دیار آزاد مردانی چون میرزای بزرگ ایران، کوچک جنگلی و جایگاه خیزش بزرگانی همچون آیت الله محمد تقی بهجت فومنی، دکتر محمد معین، شیون فومنی، پروفسور سمیعی، پروفسور رضا، پروفسور اکبرزاده و پهلوان نامدار محمود نامجو که نامشان هماره بر بلندای آسمان علم و ادب و فرهنگ و دین ایران و جهان می درخشد. استرا سلام و در مرا غزل استرا شادی بره مرا اثر وقت که من جانی رده واسه گیلانی رده هیچ عشق غیننی عشق ایرانی رده. کشاورزی، دامداری، زنبورداری، شیلات، استحصال خاویار، پرورش طیور، ابریشم با تاریخی کهن در گیلان و محصولاتی همچون برنج، چای، زیتون، گردو و بادام زمینی، گل گاوزبان، مرکبات و انواع میوه‌های درختی و بوته‌ای گیلان را به یکی از مهمترین قطب‌های کشاورزی تبدیل کرده است. صنایع دستی این دیار از قدمت و تنوع زیادی برخوردار است. چادر شب بافی که به واسطه این هنر زیبا روستای قاسم آباد رودسر به عنوان روستای جهانی چادر شب در فهرست شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی قرار گرفت. بامبو بافی، نمدمالی، سفالگری، حصیر بافی، رشتی دوزی، شال بافی، گلیم بافی، صنایع دستی چوبی و مروار بافی گوشه از هنر عظیم صنایع دستی مردم گیلان است که سوغات هر مسافری از این بهشت ایران زمین است. گیلان گیلان قشنگ گیلان 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 سپاس گیلان 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 گزل گیلان. یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری استان گیلان گوناگونی خوراک آن است. آشپزی در گیلان به دلیل تنوع آب و هوا و همچنین وجود انواع آبزیان و پرندگان و استفاده از مواد غذایی محلی و متناسب فصل همراه با فرهنگ محلی قدمتی چند هزار ساله دارد و بیش از 170 غذای محلی در گیلان پخته می شود. همین تنوع رنگارنگ و خوشمزه غذاها و شیرینی‌ها در گیلان سبب شده که رشت در سال 94 به عنوان شهر خلاق خوراک در یونسکو به ثبت برسد. از سوی دیگر جاذبه‌های طبیعی همچون کوههای سرسبز در اقصا نقاط گیلان، جنگل‌های هیرکانی زیبا، حیات وحش، غارهای طبیعی و منحصر به فرد و آبشارهای مرتفع و کاروانسراهای تاریخی، دریا و سواحل زیبای آن از آستارا تا چابکسر، وجود شهرک تاریخی ماسوله با قدمتی 1000 ساله با لقب اولین شهر تاریخی زنده کشور، قلعه رودخان، قلعه‌ای تاریخی در قلب طبیعت با معماری خاص و منحصر به فرد آن،
جاده رویایی و حیرت انگیز حیران در حد فاصله آستارا به اردبیل، منطقه آزاد گردشگری تجاری کاسپین با مراکز بزرگ خرید و تفریحی و وجود بزرگترین آکواریوم خاورمیانه در آن، تالاب بزرگ انزلی که از جهت وسعت، پوشش گیاهی، تنوع ژنتیکی و تنوع جانوری از مهمترین تالاب‌های شناخته شده در سطح بین‌المللی به شمار می‌آید و هر ساله هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به سوی خود جلب می‌کند. گیلان را به یکی از مراکز مهم گردشگری کشور تبدیل کرده است. وجود بافت‌های تاریخی در شهرستان‌های رشت، املش، لاهیجان، لنگرود، رودسر و انزلی با معماری بسیار غنی از دوران گذشته، نشانگر تمدن کهن و دیرینه این خطه از ایران زمین است. همچنین وجود خطوط ارتباطی هوایی، زمینی و ریلی مناسب امکان دسترسی به استان را برای هر گردشگری با هر انتخابی آسان کرده است.